از اینکه پوست‌های مرده رو هم عقب دادیم، خب حالا وقتشه که من بتونم از یک سرسوهان که حالت اشکی ماننده و سوهان برقی کمک بگیرم که این پوست‌های مرده رو بیشتر باز بکنم که یه سطح تمیزتری بهم بده. اگر میتونید هزینه کنید یه سوهان برقی معمولی هم بخریم برای خونه کافیه، برای کسایی که خیلی علاقه دارن مانیکور توی خونه انجام بدن. اما اگر هم نمیتونید هزینه بکنید، میتونی از این بخش بگذری و مستقیم بری سراغ بخش بعدی که قیچی زدنه. ولی اونقدری که الان میتونه بهتون مانیکور تمیزی بده، ممکنه اون انتظاری که داری رو بهتون نده. سرسوهان که قرار میدین حتما سعی کنید فشار دستتون خیلی سبک باشه و راحت بتونید زیر این پوست ببرین. اگر سرسوهان روی پوست زد میاد یا سرسوهان روی صدف ناخن، یعنی این سطح ناخن قرار میگیره، اینو بدون اشتباه و در هر دو صورت داری آسیب میزنی. پس دقت بکن، این باید این وسط و ما بین اینا قرار بگیره، به همین راحتی.